اصلا باورت میشه فقط 1 ساعت از تهران دور بشی و برسی به جایی که حتی تابستون هم خنکه و احساس سردی به دست میده؟ اینجا روستای آینه ورزونه، جایی که باد خنک از کوه میاد و هوای تازه همیشه استنشاق میشه. این روستا با باغ‌های زیبا و طبیعت چشم نوازش یکی از تماشایی ترین مقصدهای اطراف تهران. کافیه فقط 1 بار اینجا بیای تا بدونی چقدر بهش نزدیکتر از چیزیه که فکر میکنی. توی ویدیوهای کامل مسیر رو قدم به قدم نشون میدم، از تهران تا رسیدن به این بهشت کوچیک. آب و هوای خنک، مناظر تماشایی و سکوتی که حسابی حالتو عوض میکنه اینجا در انتظاره. این فقط یه نگاه کوتاه بود تو این شورت ویدیو. میخوای آینه ورزون رو کامل تر ببینی؟ بزن رو لینکی که این پایین برات گذاشتم و به اون ویدیو مراجعه کن.